می دنیا ای روزی ازل پینهان کنه راحت شد ای دوری پیدایشش نپرتافت عادت شد راحت زندگی را همه نامش شنیده او چیه در گیجای کسی انیق ندیده تو دمی مرگ میکنیم از یاد کرد شد بعد میفهمیم بفایده صابون زدیم نمد شد هر گلی که داری باغ چو راست کنه قامت شد میبینی بابای باغبان در آور سبد شد پرسیدم ای اوستا بکو بیو علت شد ای چی سبب دنیا را نمیبینیم راحت شد اوستا گفت که ای قدیم ای سیر ما پینهان بود ای اپارات کوهنه در نویشم ویران بود پرسیدم ای ماهیگیر دیده صبر طاقت شد خودت در چی میبینی زندگی را راحت شد ماهیگیر گفت در این کار شیشته طاقت کردن شد راحت زندگانی در کلیوت کردن شد پرسیدم ای میخوره زده صد و نیم صد شد خودت در چی میبینی راحت فراغت شد مینوش گفت این کتابه همش ورق زدیم فراغت شد نیافتیم ای پی عرق زدیم پرسیدم ای بانگی تو سنجیده صفت شد خودت در چی میبینی کیف استراحت شد بانگی گفت این زندگی دویم با ما بجنگای راحت زندگانی در دو نفسی بانگای پرسیدم ما گداره تو دیده عقوبت شد خودت در چی میبینی زندگی را راحت شد گدو گفت ای برادر زندگی پر وزمینای راحت زندگانی در جرینگستی تینای پرسیدم من ملا را میدونی نیک بچه راحت زندگی چیست بفهمون نوبلد شد ملا گفت زندگی را راحتش در اخلاص است کسی که اخلاص داره او ای عذاب خلاص است پرسیدم ای طبیب تو میدونی پلد شد راحت زندگی کو نشان بتیمون کد شد طبیب گفت یک چیز میگم بسیار چیزی قیمت است آدم راحت نکنه وقتی که سلامت است پرسیدم ای شیخ پیر تو دیده ید صد شد در کدومین سین سال آدم بینه راحت شد شیخ گفته که راحتش در اول اخیر شد ایرا وقت میفهمی که آسته پیر شد اولش در کودکی در آغوش مادر اخیرش بعدی رفتن آغوش خاکی تر زنده باشین عزیزان دل با شما بودیم همراه با استاد قاسم جان ظریفی خیر تا صحبت های دیگر